طرف دست دوست دخترش رو گرفته اومده دبی، بعد دیده چرا همه چی انقدر گرونه. یکی از این تفریحا رو بخواد استفاده کنه $1000 باید پول بده. یه دونه شام ساده بخواد بخوره کلی باید پول بده. ببین بذار یه چیزی رو بگم، هیچ کدوم از اینا گرون نیستش. تو الان اینجا آبم بخوای بگیری به تومن تبدیلش کنی خیلی زیاد به نظر میاد. وقتی که درآمدت به دلار میشه، بعد مثل بقیه آدمای کل دنیا داری درآمد کسب می‌کنی، تازه اونجا متوجه میشی که واقعا اون قدم که فکر می‌کنی گرون نیست. برای داشتن درآمد دلاری تو ایران هم اصلا نیازی نیست به این پکیج فروشا پول بدی یا خرج بکنی. من 0 تا 100 مسیری که تا اینجا منو کشونده و تونستم به چیزایی که دلم میخواد برسم و رایگان، کاملا رایگان در اختیارت گذاشتم. اگه آماده تغییری امسال رو میخوای با تغییر درست حسابی خودت شروع بکنی، کافیه بیای تو پیجم، لینک توی بایومو کلیک بکنی، آموزش 0 تا 100 رو به صورت رایگان برات گذاشتم. کنارت هم خواهرانه تا بتونی بهش برسی. برو تو کارش سری.